سلام رفقا، امروز قراره با همدیگه یاد بگیریم که چطور دمای خونه هامون رو تنظیم کنیم تا هم توی مصرف انرژی صرفه جویی کنیم، هم هزینه‌های گرمایشی و سرمایشیمون رو کاهش بدیم. میدونید که خیلی وقتا بدون اینکه متوجه باشیم سیستم گرمایشی یا سرمایشیمون رو روی دمایی تنظیم میکنیم که نه نیاز و نه بهینه است. خب توی این ویدیو میخوایم چند تا نکته ساده و کاربردی رو بررسی کنیم که بهتون کمک میکنه خونتون همیشه دمای مطلوب داشته باشه. یک، دمای مناسب خونه. خب بریم سراغ اصل ماجرا. تو فصل زمستون بهترین دما برای خونه معمولاً بین 20 تا 22 درجه سانتیگراده. دمای بالاتر از این ممکنه گرمای بیش از حد ایجاد کنه که هم برای سلامتی خوب نیست، هم باعث میشه قبض گاز یا برقتون سر به فلک بزنه. اما حواستون باشه این دما برای زمانی مناسبه که تو خونه هستید. وقتی از خونه بیرون میرید میتونید دما رو چند درجه پایین‌تر بیارید تا انرژی کمتری مصرف بشه. دو، راهکارهای ساده برای کاهش مصرف انرژی. استفاده از ترموستات هوشمند. یکی از بهترین روش‌ها اینه که از ترموستات‌های هوشمند استفاده کنید. این دستگاه‌ها میتونن دمای خونتون رو به صورت خودکار بر اساس ساعت تنظیم کنن. مثلا شب‌ها که زیر پتو هستید نیازی به گرمای زیاد نیست و دما میتونه کاهش پیدا کنه. صبح که بیدار میشید دوباره دما به حالت دلخواه برمیگرده. اینجوری هم راحتی بیشتری دارید، هم انرژی کمتری مصرف میشه. 3. بستن درها و پنجره ها. یه نکته مهم، درزگیری پنجره ها و بستن درها رو جدی بگیرید. خیلی از گرمای سرمای خونه از همین درزای کوچیک هدر میره. شما میتونید با یه نوار درزگیر ساده جلوی این هدر رفت رو بگیرید. همین یه کار کوچیک میتونه مصرف انرژیتون رو تا 15% کاهش بده. 4. استفاده از پرده ها و عایق ها. شبها حتما پرده ها رو بکشید، مخصوصا اگر شیشه های بزرگی دارید. پرده ها مثل یه عایق عمل میکنن و جلوی خروج گرما رو میگیرن. تو روز هم اگر آفتاب مستقیم به خونه میتابه میتونید از پرده های روشن استفاده کنید تا هم از نور طبیعی بهره ببرید، هم دمای خونه بیش از حد بالا نره. یه نکته طلایی، فقط با کم کردن 1 درجه از دمای خونه میتونید تا 10% مصرف انرژی رو کاهش بدید. این یعنی نه تنها به جیبتون کمک کردید بلکه به محیط زیست هم خدمت بزرگی کردید. تصور کنید اگر هر کسی این کار کوچیک رو انجام بده چه تأثیر روی کاهش آلودگی هوا و گرمایش زمین داره. خب بریم سراغ جمع‌بندی. دیدید که چقدر راحت میتونیم با چند تا تغییر کوچیک تو خونه هامون هم تو هزینه ها صرفه جویی کنیم، هم انرژی کمتری مصرف کنیم. از نصب ترموستات هوشمند گرفته تا بستن درز پنجره ها و استفاده از پرده ها، همه اینها کارهای ساده و کم هزینه هستند که تأثیر بزرگی دارن. همین امروز این نکات رو امتحان کنید و نتیجهش رو ببینید. مرسی که با من همراه بودید. یادتون نره که ما رو دنبال کنید تا نکات بیشتری یاد بگیرید.